سلام رفقا. به یه قسمت دیگه از کریپتوکست با من. نام خودتو بگو. خوش اومدین. اگه تازه اینجا هستی لایک کن، سابسکرایب کن. اون زنگوله رو هم بزن که اپیزودهای جدید رو از دست ندی. خب، امروز کلی خبر داغ داریم. بذار اول از یه چیزی شروع کنم که هممون منتظرش بودیم. اول از همه SEC یا همون کمیسیون بورس آمریکا بالاخره داره نرم میشه. آره، درست شنیدی. برای اولین بار توی یه نشست رسمی گفتن که میخوان با صنعت کریپتو همکاری کنن تا یه چارچوب واقعی و قابل اجرا پیدا کنن. یعنی به جای اینکه فقط بیفتن دنبال جریمه و برخورد، دارن میگن بیاین بشینیم حرف بزنیم. خیلی جالبه، چون همیشه SEC یه جورایی دشمن خونی کریپتو بوده. حالا بریم سراغ یه حرکت خیلی بزرگ از سمت کوین بیس. شنیده شده که دارن مذاکره میکنن برای خرید دریویت. اگه نمیدونین، دریویت یکی از بزرگترین صرافی‌های آپشن تو بازار رمزارزه. اگه این خرید انجام بشه، بازی عوض میشه. کوین بیس وارد یه لول حرفه‌ای‌تر میشه تو دنیای مشتقات و ابزارهای مالی پیشرفته. اما یه خبر تلخ برای فن‌های NFT. فروش کلی NFT ها رسیده به حدود 100 میلیون دلار. ولی فروش NFT های بیت کوینی افت 30% داشته. حالا سوال اینه، آیا این فقط یه اصلاح موقته یا زنگ خطر برای سقوط بزرگتر؟ و یه حرکت جدید از سمت کناری کپیتال اومده درخواست داده برای ساختن اولین ETF آمریکایی که از NFT پشتیبانی میکنه. اونم نه با هر توکنی، با توکن پنگوچ مربوط به پروژه بامزه پوجی پنگوینزه. و خبر آخر، کوین بیس حالا بزرگترین نود اتریوم شده. یعنی 11% از کل اتریوم استیک شده دستشه. و یه اتفاق عجیب هم توی دنیای سولانا افتاد. مدیر عاملش بابت یه تبلیغ جنجالی عذرخواهی کرده. تبلیغی که یه جورایی تمسخرآمیز درباره هویت جنسیتی بود و خب خیلی ازش ناراحت شدن. اونم گفته که تمرکز رو میذاره روی توسعه متن باز و عدم تمرکز، همون چیزی که واقعا مهمه. خب بچه‌ها، نظر شما چیه؟ فکر میکنین SEC واقعا داره تغییر میکنه یا اینم یه تاکتیک جدیده؟ کوین بیس قراره بازی رو عوض کنه یا نه؟ و آیا NFT ها هنوز ارزش سرمایه گذاری دارن یا وقتشه بریم سراغ چیزای جدید؟ حتما برام کامنت بذاریم. خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم. تا ویدیوی بعدی. فعلا اگه خواستی میتونم این اسکریپت رو هم به صورت فایل صوتی ویدیویی شبیه سازی کنم یا تبدیلش کنم به زیرنویس حرفه‌ای. بگی آمادش میکنم.